یارکی جان میکنم سیلانتا چرخی زنمی هولی و دلانتا چلب و گوشواری یارو گم شده اکی ارزو میگیه تبانتا بچوی تاجیک میگیه تبانتا یارکی جان بیا کی تای تای کنیم سیری گلی مردم تا کی کنیم هر چی گفتم گفتگی یا کنشدی مانده گیرم بنی ما این شو کنیم بچای تاجیک میدین تبانتا یارکی جان میکنم سیلانتی. درود عزیزان دل. نمیدونم میشیلش بگویم، مایکلش بگویم، میکائیلش بگویم، میخائیلش بگویم، ولی مردم با اسم میخائیل میشناسند. مهمانی عزیزی برنامه اینا گفته ها رو من درودی تهیه‌گران برنامه رو این زمان با کل بینندگان عزیز و نازنین میرسانم و درودی شما رو با میخائیل میرسانم. سلام. спасибо. و علیکم السلام. خوش آمدید. هزار رحمت مینادار که ما را با بینیت برنامه خوبی ناگفته ها فیراد کردید، قدم رنج نمودیم. سوال نخستین چرا میخائیل؟ او وای وقتش با سالی 97 زردوک کم تولد میشیدند. بعد زردوک کم تولد میشیدند، بعد ما وای سالی 97 تولد شدیم. بعد گفتم که خیلی این زردین روی است نامی رو میمونه میخائیل. در حجت اسمتون میخائیل است؟ دوتا او هر کس مثال این دو توجیه نداره. من این دو توجیه یک ایلاج کردم، همین قانونیت کردم نصرت الله اینایت الله دکونیتالنی. در شهر به وی رسیده یا در روستا؟ در خودی کلاب باستانی. در شهر؟ نه در قشلاق. کدام دیه؟ دیهای قیپچاق. قیپچاق شنیدم، میدونم. بله. دیه بسیار زیبا است. زنده باشین سر بناموش. چشمه های خوبم داره. بله. یعنی اونجا او تو بیافتید. بله. تا آدم میگن عذاب نکشد به قدر یک چیز نمیرسد. آره. حتما باید عذاب کشیدن در کار، برای که این سخنان پدری من است. پدری من این سخنان رو گفته است فرزندی من باشی عذاب میکشی، دعا میگیری، بعد پیش صف میشوی. من گفتم پدر چیزی که شما گید من در خاک پای شما صدقه میشوم، فقط مرا دعا. پدرتون چیکار است؟ پدری من راستی گپش را گویم حاضر کار نمیکند. نفقه خورم نیست. چند سالن پدری شما؟ پدری من اساساً تولد 1976. پدری شما برابر من بوده است. پدرتان جوانند هنوز، کار چرا نمیکنند؟ راست گپش را گویم اینکه در سایه دولت فرزند. بله. من بینیت روز میبرم. هر پدر صاحب این خیل فرزند هم نمیشود. مثال هر فرزندم صاحب همین خیل پدری. شما گفتید که پدر شما رو یعنی در زندگی هدایت نمود تو رنج بکشی، عذاب بکشی. بله. و اکو قرن ثمر به دست نیست. اکو مثال خیلی رنج بسودگی نیست. گفته یا بچه برای همین قدر شما یک پسر نه خواهر، نه برادر، نه اکو ادینوکی ولک. گرگی تنها. یک فرزند شما؟ بله استاد، یک فرزند. چرا دیگر فرزند نشده رویله شما؟ امینش منم فکر کردم و سوال ندادید به والدین؟ گفتم. چی گفتم که من گفتم شما که مرا لیوا گرفتگی گفتم من مرا عروس میگن یا که مثال خاطر بعد مادرم میگوید فرزندم خیلی زندگی است یک تمیشه شکرانه کنه. خداوند همیشه اینا میداد. چیکار میکردید؟ مادرتون زردموی است یا اینکه پدرتون؟ هر دوشون زردموی. شما با کدامشون شباهت دارید، با مادر یا با پدر؟ از روی نمود ظاهری من با پدرم رفتگی است، نه که درونی با مادرم رفتگی است. با پدر و مادرتون در کودکی یگان عکس دارید؟ یعنی عکسی که اثبات کند که واقعا شما فرزند همون دو نفرید؟ راست دیگه پس رو بگم بله دارم، نه که با مادرم دارم. سوال کردید از پدر و مادر که چرا دیگر من برادر ندارم، خواهر ندارم؟ خداوند کریم هر یک آدم را صاحبی برادر کند، صاحبی خواهر کند. خوش به دولت همه آدمی که پدر دارد، مادر دارد، برادر دارد، خواهر دارد. یک فرزند بودنم قید است به نهایت. میخواهید که برادر داشته باشید یا اینکه خواهر؟ برای چی؟ من پدرم گفتم این مردک خوب سنش
خیر اینا من یک بچه‌ام بیا اینا زن بگی من اجازت میتم من چم جوگایی خیر سوسک یک بابا دادر کو خیمت تو که مثال هر یک فرزندی مثال اکاو دارم مثال میبینم مثال علامو میکنم قانو میکنم مثال خیر بچه‌م میشه و ان شاء الله میشه خیر مردم کلوب اوسش زن دوست داره این همه مخلصان برادرهای شما یان دیگر این همه مخلصان خواهرهای شما یان دیگر همه مخلصان بله هم مادرانی من هستند هم پدرانی من هستند هم و برادرها هم و خواهرها خواهرانی من هستند اول با ترانه دویت شما بله معرفی شده بله با استاد بابای فیض به نهایت انسانی بهترین هستند استاد به نهایت انسانی نغز هستند کی تکلیف سرودن بده ها رو با بابای فیض بر شما داد پدرم پدرتون با بابای فیض آشنایی دارند بله دوست بودن و گفتن که خیلی یک سرود میبریم یک سرود و زمزمه میکنیم بابای فیض مردی سالمند است به نهایت مردی خاکسار سالمند است ولی پدر شما جوان است چگونه این دو نفر رابطه دارند دوستی اینها از کجا سرچشمه میگیرد دوستی استاد بابای فیض با بابای پدری من در یک معرکه توی میشود طرفی استاد بابای فیض سخن میکند که من یک فرزند دارم در زندگی یک فرزند دارم مثال بیا بیایید قطعی فرزندی من یگان سرود خونید دوید خونید استاد بابای فیض گفت مایلش با جان دیل اشتراک میکنیم مثال سخنرانی میکنیم مثال باید میخونیم و این را چیز کردیم یک جا با توافق رسیدیم یکم سرودی که ما خوندیم با همراه استاد بابای فیض و درباره زن بود کدام یک پارچه‌اش رو بسرایید 10 پارچه‌اش رو مرحمت زن رفیقی حیاتی شیرین تر این نباتی زن برای زدن نیستی مادری فرزنداتی زن رفیقی جانانه زن رفیقی جانانه شود کم پیری خانه اگر کسی سمشیدی میگد وزیری خانه این لپیش که آوازی شما دارد خاصی شما است من در دیگر سرونده ها اصلا این لپیش رو نمیبینم این رعشه صدا این لرزه بله چطور این رو میکنید با واسطه حلق نمیدونم به خدا راست شب میگن که به خدا گونس تیزه مکن که خدا داده است همین چیزی که همین چهره خوب چهره ناز در من داده است و حتما یکم درجه خاکساری را بر من نصیب کرده است یعنی جوانی خاکسار هستید این را من خود گفتن نمیتوانم از دهنی مردم میشه خاکساری تو کدام حد است مثلا خاکساری بشه تو همون حدی که به پول بعد توی بروید خاکساری؟ بله. نه این خیلی هم نمیشود خاکساری بله خاکساری پستی و بلندی بسیار دارد خاکساری از حد زیاد هم زیان‌آور است تو چندی میگن یعنی اگر از حد زیاد خاکسار باشید با گردنت مینشینند پایمان میکنند بله یعنی این چیز رو هم حتی میدونید با این عمر جوان پدرم هر یک سطح زندگی را پدرم بر من فرزندم بچه جون مثال یگان رهگذر میبینی مثال یگان پیر باشه مثال 3 سال رفته باشه مثال بچه جون گیر از دستش از این راه به آن راه چیکار کرد تو نگو که تو آفیس شدگی تو میخائیلی مثال تو مکسیم گالکنی یا کلاکوچوی تو نگفتم مثال که بالا نگی مثال حتما کدامی را دیدی دستش رو بگیر و همه وقت دعای آن را بگیر که روزش میشوه که مثال تا آن درجه که تو میرسی با آن ریش نصیبی تو میگردد روزش میشه که یگان جوان دیگر آمده دست تو رو میگیره فقط راستش رو بگو میخائیل شلاق شته خورده اید از پدر کم خوردگی هستم کم یعنی کی چخیل ایو چم به درجه شپلاق خوردگی ایو چم مشت لغت ولم بالای سرم دو یک کم تاریخی یک شرم هسته همین معده بودم و چم غم دادم چرا مادر میزد شما رو آخی خولیگان بودم آخی چیکار میکردی باز من اصلا من خولیگان نمودم بسیار توی میرم غم میتن خیلی غم میتن بعد میستم یعنی شما به ادب بدون اینجا خود رو به ادب گرفتن نشستی نه
мисол бисёр дам мерам бисёр туйдам мерам мисол офис агарам я бисёр гуфти хуб ки хушомадид ки карди ҳурмат карди ҷидай болот мебуран уже баъдам мести мегӯ ҷа биё абачак баи қари офис танахои хели коро кuni ё не ака хай мони хулиганем просто ҳами бачаи хубем хулиганем не кам просто ҳами санъат да мерам она гирифта агар ин майдон аздалера як ба як جسارت دارید نه اونقدر لحظه میبینم جنگو اون اتفاقی افتاده رو نگفتید مادر چرا شما رو کتک زد و اون زخمی که در سر شما تا هنوز باقی مانده است میخوام این یک نشانه از مادر در من است از هیچ وقت فراموش نمیکنم از کلتک تربیه مادر بله این نشانه ها و میخواستم در من بماند یعنی بیشتر مادر شما رو کتک میزد بله برای چی برای که از حدی بد میگذراندم چی خیل مثلا این یعنی یک بچه ایرکا همین ایرکا مردم مثلا خودتون میدونین چی مثلا ایرکا مثلا کلان کردن و گپشون را گرفتن همین دمی خونه بدم که همین یا پاپشی کلان بود نمیدونم اون موزه بود او کالوش بود او بوتسی بود چیزی بود همین زدم که اوش همین میبینم ایسارم خون رفته همین خیلی ایسارم خون رفته با خیلی نکی گیزالش داد نکی با آمد پیشم آخی بچه‌ام چی باید خیلی میکنی غم نده مرا میسو یعنی پشیمون چی بانی برای هر یگان کس با میفتی پدر و مادر دلسوز نیست حالا که ستاره شدید شناخته شدید محبوب شدید مناقشه با مادر و پدر سر نمیزند اطراف یگان مسائل و نمیگویند که خودت رو ستاره نگیر دیگر پدر و مادرم بله باری نگفتن از بازه که ستاره بسیار میگن از خود نرو از خود نرو کلانتارا حرمت کن عزت کن یعنی میروید گاه گاه از خود بله چطور یک کمی خیلی کمی همین آدم یک میره سرش تا میخوره کو حتما در خیلی پستیا مثال فهمیدن در کار همین عصبای سر مثال همچون من فرزند یک تنی باشم لیکن عذاب کشیده ایم مثال برای چی عذاب کشیده میری اکاگی قینه مثال با گفتم میری خواهرگری قینه مثال و نیکی با کمتر میستم یک جیت گفتی شما میری اکا و خواهرگری را من در مخلصانی خدا میبینم در خاک پای هم من شما صدقه مخلصان عزیز من با شما زنده هستم من با شما آبرو گرفتم من از شما تا این درجه رسیدم که چنین استادا ما را فیراد میکنن حرمت میکنن سپاس زندگی ما اینطور هست که اگر از یک روستا از یک محل یک استعداد برایت اهل محل افتخار میکنند که از دهه ما است از روستای ما است یا اینکه از ناحیه ما است از شهر ما است افتخار میکنند چنین افتخار در مردم دهه شما بود این خیلی جاها کم است که از صنعتکاری خودشان افتخار کنند کم است در محل شما افتخار میکردن آدم در جای خودش میگم بی‌قدره میگم براسته مثال یعنی برای بعد چی میخواد مثال دیدگی مثال لیکن آدمی خوبش حرمت میکنه سمیه بیزرودف بیوید میگن مثال حرمت میکنه عزت میکنه مثال اما با جان دل گفته با چی میکنیم بعدش بدی میکند نیکش نیکی میکند آدم بعد خدا بزنه یعنی حرفای شما شبیه مویسپدانی 60-70 ساله است که تمام رنج و مشقت زندگی رو پشت سر کردند اویله برپا کردید با این همه فلسفه راست گپ اویله برپا کردم خش تبار گرفتم میگن کج بشی و راست گپ زد مثال دختری خالم را گرفتم مثال از سببی که خونو یک برآمدن مثال فرزنددار نشدیم با خواهش هم دیگرمون جدا شدیم چند ساله بودید که ازدواج کردید 19 ساله 19 ساله در 19 سالگی والدین زن دادن شما رو 18 بود کردم 19 با خاطر یک فرزند بینیت که از عائله باید چی شود نسل شود نسل باید و بیچاره چند میگه مرا مهری نواسه میفوره مرا پدر میگه مرا میفوره که بچه جون نواسه ما بگیرم ایسو برم مثال اوسو برم خیلی من میفهمم بود چرا شما قبلا نمیدونستید که مثلا ازدواج خویش و تبار چندان پیامدهای خوش ندارد بله میدونستیم لیکن لیکن کلانتارو که گفتم که سخن کردن ما در زمین نمیمانیم کپی کلانتارو یعنی ازدواج شما محض با تحریک والدین کلان سالها شد بله مثلا
گفتم شما ما در همین زندگی پدرم گفت بچم میخوای که در همین زندگی با دولت زندگی کنی. شما اون دختر رو صدقاً دوست می‌داشتید؟ وای دختر رو راستی گپش را گویم بله. نمیداشتم و در همین آخری که قتیم بود майда уже بعد عادت پیدا کردم شد. بعدم پیدا شد. عادت کردم که уже گفتی از بالای سوختن نمکو میگن چی میگن مثال باز مثال همین خیلی مثال شده نه که ما با خواهش خودم آنجا داشتیم برای که ما فهمیدیم ما بسیار لیچینیو کردیم بسیار عصبی بعد اصلا طفل پیدا نشد در بطنی همسرتون؟ عموما نشد. بله میریم دکتر میگن سازیم تشخیص کردید؟ بله میریم دکتر میگن سازیم باور که درنو اپتیکا چیده باور کرد. چند سال زندگانی کردید با هم؟ 4 سال. 4 سال نشد. نه شاید نشدن فرزند هم در این عهد خویشتباری یگان حکمت خود رو داشته باشد، زیرا اویله‌های هستند میخائیل جان، اویله‌های هستند که فرزندانی ناقص تولد میکنند و والدین یک عمر عذاب بیمارداری میکشند. گفتم همین دو دکتر شناس گفتن این خیلی بگیریم بسیاری طبیبان ممکن نیست همین چی را بگم مثال بسیاری جاگایی مثال کارا بگن مثال لیکن اهمیت دادم ایستادم گفتم بر وقتش خوب است نه از لیکن ما با خاطری کلانتر مثال 6 مثال باز سرخ منم گفتن میخائیل جان زنگیر ایستا با من یک زنی دیگر میتیم خودمو نفس اقل میریم. من گفتم شیر گپ نیست چیزی که همین شما بگی شما کلانترین من گپ شما را میگیرم مثال لیکن ایستادم ایجاد فکر کردم مثال خیلی گفتم من هم نفس دارم مثال زن هم نفس دارد مصفید هم نفس دارد کمپیر هم نفس دارد مورچه هم نفس دارد. چرا از کجا میدونید شما که کمپیر نفس دارد؟ با همین آشیم که من اینقدر نفس دارم وای بر حالی و پیر اوه وای نمیدونم چی میگم. گوش کنید حتی خودسور و خوش دامن پیشنهاد کردند که یک زن دیگر بگیر و با دختر مانی زندگی بکن. پدری من قطعی خسوری من بچه امکی هستند. بچه امکی با خوش دامنتون اپاو خوارند. خوش دامنی من قطعی مثل اپاو اصلا هم از طرف پدر شما خوش بچه امکی اپاو خوار دختر امارا گرفته. چند طرفه شما قبول نکردید طبیعتتون نبرداشت که مثلا با این همسرتون زندگی بکنید و باز یک همسر دیگر بگیرید، زیرا امروز در میانی مثلا ثروتمندان و آدمان دورا هستند مردهایی که 2 تا نه حتی 3 زن دارند. بله و ایستادم باز من پیشکی گفتم که مثال برایم گفتم سری وقت کردیم شکی و هم من هم نفس دارم هم مثال زن هم مثال نفس دارد و هم از پای زندگی خود شود. من نتونستید که یک زن دیگر در بالایش بگیرید؟ نکردم این کار را. چرا؟ وجدانم نبرداشت. نه انا همین جواب رو من انتظار بودم. نگاهی آخرین حرفی آخرین چی بود؟ حرفی آخرین خیلی گفتمش که دختری خاله ایما خفه نباش مثال ما ایمایدکی ما جوره بودیم و ما خون حیران شدیم که مثال ما را گرفته دادیز مثال ایخی چی کرده بله نکیم وایان گفت که من گپی کلانتر را میگیرم مثال ما هیچ وقت کلانتر را عیبدار نمیکنیم. مثلا من عیبدار میکنم برای چی؟ هرچند حق ندارم این رابطه شما از زندگی شماست ولی محض آنها بودند سبب این همه رنجی که 2 جوان کشید، یعنی به هم آمدید و باز با خواهششون از هم جدا شدید. یعنی قبلا باید اندیشه میکردند که با کدام نتایج آورده میرساند این همه خلاصه این همه کاری که میکنن چی میشود، باید این رو قبلا فکر میکردند. همه چیز یافته میشود لیک پدر و مادر یافته نمیشود. نه که باز بگو کلانتر هم باشند قهر بین هم دیگر نیستن، رفت آمد نغز است. زنگ میزنن جیان جان خوش دامنم خالم
جیان جان چیکار کردی سلامتی نازه اما چک تا خبر بگی یک بچه داره مثال دل میگه ما با فرزندم نمیسوزه دل میگه ما با خواهرم با فرزندی پدر میسوزه که مثال صاحبی نبیره و صاحبی مثال چی نشید سه اپا داره هر سه اپاش صاحبی 5 نفره نمیره. یعنی شما آماده هستید که یک عمر خود را قربانی خواهش های به ربط والدین بکنید؟ میکنم اگر لازم شد. چی بانه؟ میخائیل جان میتوانید بگویید که طول این مدتی که زندگی کردید با همسرتون خوشبخت بودید؟ خوشبخت بودیم بین ناز بودیم مثال رفت آمد میکردیم لیکن قرار نیستیم رفت آمد داریم میریم بله رفت آمد داریم میریم یگون جای خیلی غمگینی بگو خیلی بشوند. چند وقت شد که جدا شدید اصلا؟ یک ماه. بله برایم شما گفتین که چی با تزن نگرفتی با گفتم وجدان نورداشت یک ماه چه خیزن این نوبت چگونه میخواهید ازدواج کنید؟ این نوبت بازم این نوبت خونگیان میگن که خودت میدانی دوی اسبت. یعنی اگر خودتون بدونید و دوی اسبتون این دوی اسب رسید تا یگان جایی که توقف بکند و کسی را انتخاب اگر بکند. دوی پدر و مادر را گیرم اسبی من نه شطوری من بر همه جا میرسد. تا هنوز زیر چشم نکردید تنازه روزه بسنن؟ راستیگه بروگویم نه بسیاری توی خانه اتا میگه توی میره یگان انسانی خاکسار شد بیاو یگان دختری نقص شد خدا تر شد بیاو مثال معقول که مثال بگی این نوبت خودتون انتخاب میکنید؟ این نوبت با دعای پدرم بله مادرم با دعای پدر مادرم خودم انتخاب میکنم هرچون خود من انتخاب. چی طور است آن دختری که شما در خیال خود میپرورید؟ صنعتکار حافظ مردم ده صنعتکار مردم ده بسیار دخترها طاقت نمیکنن. شما چگونه دختر میخواهید؟ صاحب معلومات شهری با کاروفر یا اینکه دختری عادی دهقان روستایی چگونه دختر رو میپذیرید؟ مثال من نه دختری شهری میخوام نه دختری بوی میخوام نه دختری کم بغل میخوام فقط دختری میخوام که خدا ترس باشه اول درجه خدا ترس باشد و دوم درجه پدر مادر ما حرمت کنه سوم وقتی خدمت مثال آمدگه که قدر شوهر بی نهایت بلند است شوهر را حرمت کردن در کار یکی قدر زن هم با خودش یک قدر دارد یک شیرین دارد گفتم که زن رفیقی حیات ای شیرین تر ای شکلات ای مرملات ای زن برای زدن کتیدن نیست مادری فرزند داده ای زن رفیقی مردی آخر عاشقی مردی حرمتی شوهر بدان آخر لایقی مردی. نمی شود که این ترس رو به عشق تبدیل بدهید یعنی عاشق خدا باشید خدا رو دوست بدارید؟ ترس نه مثلا ترس میدونید چی است؟ یک کار اجباری است از ترس کاری رو انجام میدهی و من گناه کم میشود. میدونید من نمیخوام که رابطه شما با خدا توسط ترس صورت بگیرد میخوام که رابطه شما با خدا عاشقانه باشد. این سخن به نهایت سخنی وزنش بالاترین است. برای انجام دادن برنامه یک چیز نمیرسد. چیز؟ صدای زیبای شما. چگونه باشد؟ مثال نه که ما پدر مادر رو حرمت کردیم یک سرود مثال برای پدر مادر باشد. یک زمانی پیشی دوستان روی ایزد داشتیم یک زمانی پیشی دوستان روی ایزد داشتیم چون که از مالی پدر میراثی دولت داشتیم در همه توی و تماشاها بیا و ها درایی شکری الله کم و بیش خیر و سخاوت داشتیم شکری الله کم و بیش خیر و سخاوت داشتیم ریش ریش ای جیگرم یادی تو دارم آچه جان دم بدم آهی بدر از دل برارم آچه جان
ناله دارم آچه جان زاره دارم آچه جان جیگرام ای غمات صد پاره دارم آچه جان روبرو باری دیگر با آچه جان میگشتمی های سر میکردمش گیردی جهان میگشتمی دولتم ای دست رفت او را نمی یابم دیگر تا قیامت در غم و ی آچه می سوزد جگر ناله دارم آچه جان زاره دارم آچه جان جیگرام ای غمات جیگرام ای غمات صد پاره دارم آچه جان یا آخری حافظو یاره بشه. پدر با وجود اون که مثلا یک پسر دارد و دیگر مادر شما تولد نکرد، با وجود این هم از زن نگرفت. زن نگرفت. من گفتم پدر گفتم خیلی نکو یک فکری نفس کو خیلی توکر محمد. و شما فکر نکردید که این پیشنهادی شما با مادرتان سخت میرسد؟ با مادرم؟ بله. مادر هم گفت، اوچم گفت که یک ما کم کم لحجه باشد لحجه شما شیرین است. اوچم گفته که چی گفتم خیلی مرمره گفتم یکان دودرچه کنه گفتم نغز میشوه خوب میشوه گفتم بینیت نغز میشوه. چی گفت مادر؟ گفت پدرت گفت خودش میدونه گفت امی گفت مرا گفت بخورو نگو بپشو نگو خوش رو نگاه کنه گفت مرحمت پجل است. اکنون گفتیم ترانه میسرایید با سبک استرادی. بله. دوستای جانی من به جا برابر گفتم یک تشعکه دیگر شدادر گفتم صد حیف دریق نمک نداشته دستم ما بچه کم بغل ایره دانیستم صد حیف دریق نمک نداشته دستم ما بچه کم بغل ایره دانیستم ما مسافریم ما مهاجریم در ملکی بیگانه مردی فقیریم ای هموطنان دلکی من تنگ شده است بالیشتی غریبی در سرم سنگ شده است تنم از زنین مسافرای را گذره آبی غریبی در دهنم تلخ شده است ما مسافریم ما مهاجریم در ملکی بیگانه مردی فقیریم ما بچه مسافر خواندم بیده چند وقت می شوه لبم ندیده ای خنده یک ماه می شوه لبم ندیده ای خنده در نیمای شب خدا را دارم زاره یک دیگر خوب میگن ما را گنده ما مسافریم ما مهاجریم در ملکی بیگانه مردی فقیری. در نهایت تمنا میکنم که همیشه همتون دور از غم و درد باشید، موفق و مسلط و دست بالا و ظفرمند باشید. برنامه ناگفته ها همینجا به انجام میرسد. با شما خداحافظی میکنیم. خیر.